خوش اومدین به چنل یوتیوب من. این اولین ویدیو چنل هستش، پس بنابراین فکر میکنم قبل از شروع ویدیو لازم باشه که یه کوچولو خودم رو معرفی کنم. مهنازم، 6 ساله که زبان انگلیسی تدریس میکنم و تصمیم گرفتم که اینجا توی این چنل تجربیاتم رو با شما به اشتراک بذارم و با ساخت ویدیوهای آموزشی بهتون کمک بکنم که سطح زبانتون رو تقویت کنید. پس بنابراین اگر دنبال یه منبع خوب، منسجم و با کیفیت آموزشی هستید و به یادگیری زبان انگلیسی علاقه دارید، ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی کنید. خب امروز میخوام درباره یه سوال خیلی مهم و پرتکرار زبان آموزا صحبت کنم، اینکه چطور میتونیم سطح زبانمون رو تقویت کنیم. خب جواب خیلی ساده است، کلاس برید، مخصوصا اگر اول راه هستید و میخواین زبان مورد نظرتون رو از سطح پایه شروع بکنین. بزرگترین لطفی که میتونید در حق خودتون بکنین اینه که کلاس برید. پیشنهاد من اینه که از کلاس‌های گروهی شروع بکنید، به خاطر اینکه تعامل شما با همکلاسیاتون سر کلاس میتونه خیلی خیلی توی روند یادگیریتون مؤثر باشه. اما اگر به هر دلیلی امکان و شرایط شرکت توی کلاس‌های گروهی رو ندارید، کلاس‌های خصوصی رو انتخاب کنید. روزانه حداقل 20 دقیقه پادکست گوش بدید یا فیلم تماشا کنید. بچه‌ها، گوش دادن رکن اصلی یادگیری یک زبان جدیده. یعنی تا زمانی که شما یک زبانی رو خیلی گوش نکرده باشید، نمیتونید به اون سطح قابل قبولی که مد نظر خودتون هست برسید. یعنی کلا نمیتونید خیلی با اون زبان راحت باشید، صحبت بکنین و ارتباط بگیرید. گوش دادن یه مزیتی که داره، شما رو با لهجه ها، گویش ها، جملات مختلف آشنا میکنه و همین مسئله باعث میشه که شما هرچی این پرسه رو بیشتر تکرار تمرین بکنین، در نهایت خودتون بتونین راحت تر صحبت کنید. برای شروع حتما از فیلم ها و پادکست های شروع بکنین که موضوعاتش برای شما جذاب باشه، چون در غیر این صورت بعد از یه مدت این پرسه رو رها میکنید و کلا زده میشید. بنابراین علاقه‌مندی شما به اون پادکست یا فیلمی که انتخاب میکنین میتونه خیلی خیلی توی روند یادگیری شما مؤثر باشه. توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون میگم که چطوری گوش بدید و چی گوش بدید که بیشتر بهتون کمک کنه. روزانه حداقل 20 دقیقه بخونید. ممکنه الان این سوال براتون پیش بیاد که خب چی بخونیم؟ هر چیزی. آقا هر چیزی گیرتون اومد بخونید. کتاب، مقاله، روزنامه، متن اخبار و هر چیزی که باب سلیقتون هستش. البته اینکه دقیقاً چه چیزی بخونید خیلی بستگی به هدفتون داره. اگر هدف شما این هستش که در آینده یکی از آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس یا تافل رو شرکت بکنین، پیشنهاد من اینه که از منابع مربوط به آزمون استفاده بکنین و اون متن‌ها رو بخونین. اما اگر هدف شما کلی‌تر هستش و در واقع میخواین جنرال انگلیش یا همون زبان عمومیتون رو تقویت بکنین، میتونین از کتاب‌های داستان، رمان‌ها، کتاب‌های انگیزشی، مقالات مختلف و یا متن اخبار شروع بکنید. حالا اینکه دقیقاً چی بخونید، در آینده حتما من یه ویدیو براتون درست میکنم و یه سری منابع خوب رو بهتون معرفی میکنم که خیلی میتونه توی این روند بهتون کمک کنه. تا میتونید حرف بزنید و صحبت کنید و تمام تلاشتون رو بکنید که از اون دانش زبانتون به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. وقتی که توی کلاس هستین، این شانس رو دارین که با معلمتون یا با همکلاسی‌های دیگه گفتگو بکنین. اما در زمانهای دیگه شما نباید صحبت کردن رو کنار بذارین یا کلا فراموش بکنید. هر روز یک زمانی رو برای خودتون تعیین کنید و درباره موضوعاتی که جدید یاد گرفتین یا بهشون علاقه دارین شروع به صحبت بکنین. بله، با خودتون صحبت کنین به همین راحتی. البته پیشنهاد من اینه از موضوعاتی شروع بکنین که به تازگی یاد گرفتین، برای اینکه این مسئله باعث میشه مطالبی که در کلاس آموختید رو دوباره مجدد برای خودتون ریویو بکنین، تکرار تمرین بکنین و این به یادگیری حد اکثری شما خیلی خیلی کمک میکنه. در آخر بهتون بگم که لطفاً و خواهشاً منتظر نباشید که با یک روز
2 روز، 1 هفته و یا حتی 1 ماه دنبال کردن این برنامه به نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای برسید. یادتون نره که یادگیری و آموزشی موثره که آهسته و پیوسته باشه و چیزی که خیلی خیلی به شما کمک میکنه استمرار و ثابت بودن در انجام این فعالیت ها هستش. پس بنابراین اینو یادتون باشه که با دنبال کردن این برنامه برای یه مدت طولانی میتونین به اون اهدافتون برسین و کم کم سطح زبانتون رو تقویت کنید. هر روز 20 دقیقه پادکست گوش دادن، 20 دقیقه مطالعه کردن یا 10 دقیقه تمرین سپیکینگ کردن با خودتون چیزی نیستش که شما رو خسته و زده بکنه و به علاوه زمان کافی رو برای انجام کارهای دیگه به شما میده. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و هر روز در مسیر زبان آموزی رو به پیشرفت باشید و حسابی لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم و خیلی خیلی خوشحال میشم که لایکش کنید، چنل من رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی بکنید. حتما توی بخش کامنت ها برام بنویسین که دوست دارین ویدیوهای بعدی درباره چه موضوعی باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو من رو تماشا کردین و زمانتون رو به من دادین. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.